برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني المحترم، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود پزشکیان المحترم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم و گرامی، با حمایت و حضور جناب آقای مهندس محمد شیع السودانی نخست وزیر محترم عراق و جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، يتم في هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أيلول العام 2024 التوقيع على 14 مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات متعددة، وتشمل التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والديني والموارد الطبيعية والزراعية والحماية الاجتماعية وغيرها التي تساهم في مصلحة البلدين. امروز چهارشنبه 21 شهریور ماه 1403 هجری شمسی 11 سپتامبر 2024 میلادی 14 یادداشت تفاهم بین جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، منابع طبیعی، کشاورزی، حمایت اجتماعی و زمینه‌های دیگر امضا خواهد شد که همه در خدمت منافع دو کشور خواهد بود. يتفضل عن الجانب العراقي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فادي حسين المحترم، وعن الجانب الإيراني وزير الخارجية السيد عباس عراقچي المحترم للتوقيع على 7 مذكرات تفاهم، وهي كل من: أولاً مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي، ثانياً مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ثالثاً برنامج التبادل الثقافي والفني والآثاري، رابعاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية، خامساً مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي، سادساً مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات، سابعاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تفویج المجامع السیاحیه الدینیه. خواهشمند است از طرف عراق جناب آقای دکتر فؤاد حسین معاون محترم نخست وزیر و وزیر امور خارجه و از طرف ایران جناب آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه تشریف فرما شوند تا 7 یادداشت تفاهم امضا بنمایند. این تفاهم نامه ها عبارتند از یادداشت تفاهم همکاری آموزشی، 2 یادداشت تفاهم در حوزه ورزش و جوانان، 3 یادداشت تفاهم برنامه تبادل فرهنگی، هنری و تاریخی، 4 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه آموزش و پرورش، 5 یادداشت تفاهم همکاری رسانه‌ای، 6 یادداشت تفاهم در زمینه ارتباطات، 7 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه اعزام کاروان‌های والآن يتفضل عن الجانب العراقي معالي وزير التجارة السيد أثير داود الغريري، وعن الجانب الإيراني وزير الاقتصاد الدكتور عبد الناصر همتي للتوقيع على 6 مذكرات تفاهم، وهي كل من: أولاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المناطق الحرة، ثانياً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية، ثالثاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البريد، رابعاً مذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية، خامساً مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني، سادساً مذكرة تفاهم في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة. از طرف عراق جناب آقای اسیر الغریری وزیر محترم بازرگانی و از طرف ایران جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی وزیر محترم اقتصاد خواهشمند است تشریف فرما بشند برای امضای 6 یادداشت تفاهم که عبارتند از: 1 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مناطق آزاد،
2. یادداشت تفاهم همکاری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی. 3. یادداشت تفاهم همکاری در زمینه خدمات پستی. 4. یادداشت تفاهم در زمینه حمایت اجتماعی. 5. یادداشت تفاهم در زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای. 6. یادداشت تفاهم در زمینه والآن يتفضل عن الجانب العراقي السيد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد عبد الرزاق الزهيري، وعن الجانب الإيراني السيد وزير الاقتصاد الدكتور عبد الناصر همتي للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغرف التجارية. در این لحظه از طرف عراق جناب آقای عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی عراق و از طرف ایران جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی وزیر محترم اقتصاد یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری در حوزه اتاقهای بازرگانی رو امضا می‌کنند.